کسانی هم که صلاحیت ها رو میخواهن ملاحظه کنن، بر اساس او تصمیم گیری بکنن، همه چیز رو در کنار هم باید ببینن. رئیس جمهور هم باید کاری باشد، هم باید مردمی باشد. هم باید مقاوم باشد. مگر الان تحریم نیست؟ ما که 2 تا تحریمیم، هم از دولت تحریمیم، هم از خارج تحریم، از هر دو جا تحریمیم. ولی آیا اینا کوچکترین تأثیری در کار در شهرداری تهران گذاشت؟ هم باید ارزشی باشد. همه استعدادها، همه نیروها، همه افراد، همه کسانی که به اسلام و به امام وفادارند. این حرف ما هم با اون کسانی است که با اسلام و قرآن وفادار هستند. اینها باید بیان تو میدون و دفاع هستند و همه چی هم واقعا دست خداست. بچه رزمنده باورشون این بود که خدا هرچی عقل و توان داده به کار بگیریم، بقیه‌اش هم توکل بر خدا بکنیم، از دشمن نترسیم. سنت الهی بر اینه که هر کی در راه خدا گام برداره بدون شک پیروزه. هم باید با تدبیر باشد. با اطمینان به شما عرض میکنم در همین محاصره اقتصادی و تحریم با ظرفیتی که در کشور داره، ظرف مدت 2 سال میشه وضع کشور رو با حالت نرمال خودش برگردوند. این امکان پذیره. به حال بنده سابقه و کارنامه گذشته نشون میده حرفی بی منطق و بدون حساب کتاب نمیزنم. هم باید پابند به قوانین و مقررات باشد، مجری قانون است. این امر واجبی است برای همه شهروندانمون رعایت قانون، مخصوصا برای مسئولین که حتما در اولویت بیشتری خواهد. دوستان، ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون اساسی، ما شرعاً و قانوناً به اون متعهدیم. هم باید درد مردم را احساس کند. پدری آمده پیش من میگه آقای قالیباف، من دخترم تحصیل کرده، 17-18 سال درس خونده و آدم باسوادیه، تو بهترین دانشگاه هم درس خونده، معدلش هم بالاست، رشتهش هم رشته‌ایه که به شهرداری میخوره، من هیچ نیاز مالی هم نداره، ولی این دخترم مثلا افسرده شده، تو خونه نشسته، من دارم دخترم از دست میدم. اگه ما 1 میلیون تومن هم حقوقی هست، بیا برای 24 ماه من یک جا 24 میلیون تومن به شما میدم، این دست شما باشه، پایان ما دخترم نفهمه، شما همین 1 میلیون تومن بده به دخترم که دخترم احساس کرده اومده رفته سر کار، داره یه کارم، من دارم اصلا سلامتیشو از دست میدم، تازه او پول داره. حالا اون مادر و اون پدری که پول نداره رفته کارگری کرده، مادری که رفته تو خونه‌های مردم نوکری کرده، پول جمع کرده، دخترش فرستاده دانشگاه آزاد، یه مدرک تحصیلی گرفته، اومده به امیدی که اون دختر بتونه دستش بگیره. حالا امروز میینه که اصلا نه تنها که دستش نمیگیره، همین بحران روحی هم براش درست شده. ما اصلا اینجا جا داریم که واسطیم حالا تو سر کله هم بزنیم؟ هم باید طبقات مختلف مردم را ببیند. آقای دکتر ما شما نوغور از سر تا تا هستیم ما کار واجب. آقای بختیاری به من گفت خراب کردین، دارین میسازین تکیاره، بنا شد کار خاکپرده رو فدراسیون من دنبال کنم. چه دیگه آقای چی بنده خود جعفری بوده؟ بله. ما از دست ما اصلا یکی از آقای دکتر ببینیم. از رزمنده ها فقط اینا که تنها اصلا هیچ کنیم اینا به فکر ما نبودن. نگاه کنیم مثلا فقط دلم پره که بذارم
اینا خصوصیاتی است که در انتخاب اون کسی که ما می‌خواهیم کلید کشور را، کلید اجرای کشور را به او بسپریم نقش داره. ما مردم تصمیم گیریم در این زمینه. هیچ کس هم نگه که رأی من یک نفر چه اثری دارد. میلیون ها از همین یک نفرها تشکیل می شود. همه احساس وظیفه کنن انشاءالله وارد میدان بشن و همینجور هم خواهد شد به توفیق پروردگار. مسلماً امنیت کشور، مسئولیت کشور، پیشرفت کشور با حضور همگانی و حد اکثری مردم افزایش پیدا خواهد کرد و این کشور خواهد توانست یک گام دیگر به سمت اهداف والای انقلاب اسلامی پیش برود به توفیق الهی. این نبیذ رو امام در اول سال هم داد و گفت امسال سال پیروزی هست و بوده برای ما سال پیروزی. اگر به دنبال نگاه بصیرتی باشیم در انتخاب آقای دکتر، ببینید وقتی آیتم هایی که حضرت آقا میفرمان در وجود کدوم یکی از این کاندیداها، این تعدادی که الان اومدن ثبت نام کردن، بیشتر به چشم میخوره؟ بینی و بین الله تو وجود جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف به عنوان یک رزمنده، به عنوان کسی که 35 سال کارنامه درخشان داره. این بخش اول. بخش دوم، ببینید ما به رفقای عزیزمون هم عرض کردیم تو خیلی از استانها که ارتباط داشتیم، دوست بودیم، نمیدونم و الی آخر، نگاه ما به موضوع انتخابات اگر یک نگاهی باشه تحت عنوان نگاه امتحانات، یعنی همه ما در معرض امتحان هستیم، در مرحله امتحان هستیم و حساس ترین امتحان دوره انقلاب، خب قطعا توجهمون رو به این معطوف میکنیم.